یه روز خیلی کاری داشتم، صبح تا غروبم مشتری داشتم، هنرجو داشتم و خیلی خسته بودم. آخرین مشتری بود، کارشو تموم کردم، داشت آماده میشد که بره، در حالی که بچه‌ام داشتم اینجا بازی میکردم، کلافه شده بودم. روشو کرد سمت من و گفتش که خب مگه مجبوری بوده تو بچه کم کار کنی؟ نونت کمه، آبت کمه، چیت کم بوده که الان میخوای بیای کار کنی؟ بشین تو خونت، بچه‌هات که بزرگ شدن اون موقع پاشو کار کن. بس خیلی ناراحت شدم و خستگی اون روز کامل توی تنم موندش با اون حرف. هنوزم که هنوزه این جمله رو فراموش نکردم، چون بارها من این حرف رو شنیده بودم. ماجرا این بودش که اون خانم خیلی طلا داشت، هم تو حین میکاپش یه سره داشتش از لوازمای لاکچری و خونه لاکچری و ماشینش و اینکه شوهرش براش تازه 16 پرو مکس خریده بود و از اینجور حرفا داشت راجع به این چیزا حرف میزد. میخوام اینو الان بهت بگم که توی که نشستی توی خونت و همه چیز برات حاضر و آماده است، 16 پرو مکس توی دستته و هیچ مشکل یا دغدغه مالی نداری، ما نمیتونی به منی که سالها دارم توی این حرفه زحمت میکشم برای اینکه رشد بکنم، برای اینکه به یه جایی برسم، این حرفو بزنی. میدونی چرا؟ چون که من به خودم قول دادم از تمام چیزایی که دارم استفاده بکنم، از تمام تایمی که دارم استفاده کنم و از این بدن، از این دست، از این هنر پول در بیارم. میکنم دقیقا به خاطر همون بچه‌ای که تو دیدی، برای همونا کار میکنم تا در آیندهشون آرزوی خودم رو به اونا تحمیل نکنم و نگردم بهشون بگم به خاطر چیزی که من خودم بهش نرسیدم اونا رو مجبور بکنم به خاطر خواسته من هر کاری که من دوست داشتم بشم و نشد. چرا آدمی که هیچ شناختی از تو نداره و کلا اولین باره که تو رو دیده باید یه هویت همچین حرفی رو بهت بزنه؟ من بهت میگم هیچی نیست غیر از حسادت. نمیتونه مثل تو باشه، هیچ وقت نمیتونه با این وضعیتی که تو داری کار بکنه، بچه داری بکنه، خونه داری بکنه، شوهر داری بکنه. چون اگه میتونست این کار رو انجام بده هیچ وقت به تو حسادت نمیکرد، اتفاقا تشویقت هم میکرد. به نظر من یعنی باید اینجوری باشه. پس قبل از نصیحت کردن دیگران اول ببین خودت با زندگی چندی و لطفاً فاز آدمای روشن فکر رو به خودت نگیر. تمام.